برادر نازنینی که گفتی 100% تو موتور شور ریختی که اینا جرم نداره. دوست عزیز، مگه من مثل شما بچه‌ام که به حرف یه آدم غیر مکانیک که به خاطر جیبش یه محصولی آورده تبلیغ میکنه و شما میخرید؟ شما از 100 تا مکانیک حرفه‌ای بپرس، بگو آقا موتور شور چیز خوبیه یا این روغنایی که تبلیغ میکنن، ببین به چی میگه. آقایی که روغن 5C ریختی ماشین دود میکرد به خاطر اینکه روغن 5C روغن شلیه، کاسه نمدا لاستیک ساخت بابات ایراد داره، روغن شل از توش رد میشه و ماشین دود میکنه. ولی روغن این ماشین 5C هست. دوست عزیز من، ماشین شما ایراد داره دلیل بر این نمیشه شما روغن 1040 بریزی که دود نکنه. بله، ماشین شما از سرکن موتور یا همون دوشایی که زیر پیستونه، نه مثل 405، این ماشینای 16 سوپر سرکن موتور داره مثل ماشینای سنگین خاور و کامیون و اینا، این روغن از اون تو رد نمیشه و پدر یاتاقانه شما در میاد. دوست عزیز من، پدر رینگای شما در میاد. شما که نمیبینی داخل موتور رو. امروز اگه من تو این مایه ریختم این دود نکرد، دلیل بر خوب بودن اون نیست. شما یه لاستیک ساخت سوپر با 3-4 تومن حلش میکنی، ولی وقتی اونو میریزی امروز دود نمیکنه، شما فکر میکنی ماشینت درست شده. 4 روزی که باید تعمیر اساسی کنی 50 میلیون هزینه کنی. چرا این جور چیزا رو متوجه نمیشید؟ من هرچی میگم